وقتی من و پسر عموم رضا تو 20 خورده سالگیمون بودیم، چند بار رفتیم کمپینگ دور و بر مازندران. این داستان توی جنگل‌های لاجیم اتفاق افتاد وقتی من 22 ساله و اون 23 سالش بود. من همیشه اجازه میدادم رضا حرف اول و آخر رو بزنه. ماشینو کنار یه محل پیکنیک پارک کردیم و از اونجا پیاده رفتیم توی جنگل. بعد از حدود 15 دقیقه پیاده روی عمیق توی جنگل، یه جای خوب برای چادر زدن پیدا کردیم. اولین کاری که کردیم باز کردن وسایلمون بود و چادرامونو برپا کردیم. رضا همیشه خیلی زودتر از من میتونست چادر بزنه. اون تو چند دقیقه انجامش میداد، اما من همیشه بیشتر از 20 دقیقه طول میکشید، چون از اون موقع به بعد دیگه تو جنگل نمونده. بعدش شروع کردیم به چیدن یه دایره سنگ. برای آتیش چوب و شاخه جمع کردیم. اون آتیش زنه و فندکم آورده بود. آتیشمون رو روشن کردیم و حالا رضا داشت کباب درست میکرد. یه چیزی در مورد رضا هست، اون همیشه تو این سفرها تو غذا زیاده روی میکرد. آخه اون یه آشپز حرفه‌ایه. البته اسپری خرس هم داشتیم. اگه بوی غذا خرس یا حیوان وحشی رو جذب کنه، که رضا همیشه میگفت خیلی بعیده، اون همیشه میگفت واقعیتی که باید توی جنگل نگرانش باشی آدما هستن نه حیونا. وقتی داشتیم کبابو میخوردیم، چند تا نوشابه باز کردیم و یه موسیقی قدیمی گذاشتیم. اگه هیچ وقت کمپ نرفتی نمیفهمی چقدر لحظاتی مثل این توی جنگل با دوست یا عضوی از خانواده به یاد آوردن خاطرات خوب و گوش دادن به موسیقی حس خوبی داره. وقتی شب شد شروع کردیم به بازی کردن با کارت ها روی یک میز تاشوی کوچیکی که مخصوص بازی های کارتی آورده بودیم. مشغول بازی بودیم که یهو صدایی از توی جنگل شنیدیم. موسیقی رو قطع کردم تا بهتر بشنوم. حالا واضح بود صدای زمزمه یه نفر و قدم‌هایی از پشت درخت‌ها توی تاریکی مطلق جنگل شنیده میشد. رضا از من خواست چراغ قوه رو پیدا کنم، اما وقتی پیداش کردم صداها کم رنگ شده بودن. پرسیدم از رضا باید نگران باشیم؟ اون گفت قطعاً غیر عادیه که یکی دیگه اینقدر عمیق توی جنگل باشه، چه برسه به اینکه به طور ترسناکی از کنار یه اردوگاه با آتیش روشن بگذره و بلند زمزمه کنه. برگشتیم به بازیمون با موسیقی خیلی پایین‌تر. وقتی که انتظارشو نداشتیم یه شاخه بزرگ افتاد وسط اردوگاهمون. هر دومون از ترس پریدیم. این شاخه از درخت نیفتاده بود، کسی به سمت ما پرتش کرده بود. رضا شروع کرد به فریاد زدن، چیزی شبیه به این که هر کی هستی داری با ما شوخی میکنی، زندگی تو بگیر و برو. دوباره صدای قدم‌ها شنیده شد. این بار داشتن از ما دور میشدن. گفتم باید چادرامونو جمع کنیم و بریم جای دیگه. اون گفت به هیچ وجه، توی تاریکی اصلا. هر دومون اسپری خرس داشتیم. اون میگفت فقط کنارم توی چادر نگهش دارم، تنها وسیله‌ای بود که داشتیم. همینطور که صحبت میکردیم صدای شکستن شاخه‌های درخت‌ها میشنیدم، صداهایی که هیچ وقت انتظار نداشتم یه حیوان بسازه. یه نفر، شایدم چند نفر. واضح بود که اون بیرون بودن. بالاخره مجبور شدیم بخوابیم. تصمیم گرفتیم نوبتی بیدار بمونیم تا مطمئن بشیم کسی به اردوگاهمون نمیاد و چیزی نمیدزده، یا شایدم بدتر. رضا قبول کرد اولین نگهبانی رو اون بده. گفت بیدار میمونه و کتابشو میخونه. من رفتم توی چادرم و توی کیسه خوابم خزیدم و خوابیدم. بیدار شدن وسط شب توی کمپ کار عادیه. توی محیط سرد بیرون و یک کیسه خواب ناراحت، هر چیزی میتونه آدمو بیدار کنه. هنوز نمیدونستم چی منو بیدار کرده. هنوز توی حالت مه‌آلود بودم. مغزم کامل بیدار نشده بود. نگاه کردم بالا و دیدم یه سر داره به داخل چادرم زل میزنه. شبیه رضا بود. چشمامو مالیدم، ولی در واقع تاریکی بود که اجازه نمیداد چیزی از صورتش ببینم. گفتم رضا، فکر کردم اومده بیدارم کنه. نوبت منه که نگهبانی بدم. گفتم رضا، نوبت منه. نگاه کردم به سری که داشت به من زل میزد. آروم آروم بیدار شدم. شنیدم زیپ چادر سری بالا کشیده شد و سر ناپدید شد. دوباره توی کیسه خواب خوابیدم. یه لحظه به خودم اومدم. یهو از جا پریدم و شنیدم صدای قدم‌هایی رو که داشتن دور میشدن. رضا رو صدا زدم، جواب نداد. چادرمو باز کردم تا بیرون رو نگاه کنم. آتیش خاموش شده بود. رضا بیرون نبود. رفتم سراغ چادر رضا که زیپش بسته بود. زیپو باز کردم و دیدم رضا توی کیسه خوابش خوابیده. یه سرما و لرزی بهم دست داد. هر چی میخوای بگو. تقریبا خودمو خیس کردم. شروع کردم به تکون دادن رضا تا بیدارش کنم. بهش گفتم یکی اینجا توی اردوگاهه. چند لحظه طول کشید بفهمه چی شده. رضا گفت امشب رو باید توی این چادر با هم بخوابیم. من باید میرفتم و کیسه خوابم رو میآوردم. وقتی داشتم میرفتم کیسه خوابم رو بیارم، دوباره صدای زمزمه
کلمه رو شنیدم. کیسه خوابمو گرفتم و به سمت رضا رفتم. گفتم رضا تو هم میشنوی؟ گفت آره. هر دومون برگشتیم توی چادر و زیپ چادر رو بستیم. ساعت‌ها طول کشید و من بیدار موندم، در حالی که رضا خوابید. بعد از 3 ساعت طولانی و وحشتناک بیدارش کردم. نوبت‌ها عوض شد. وقتی رضا منو بیدار کرد تقریبا صبح بود. همه چیزامون رو جمع کردیم و رفتیم به سمت ماشین. این تجربه خیلی وحشتناک بود. فکر کنم هر دومون فقط می‌خواستیم تو امنیت خونه‌هامون باشیم. 6 سال از اون ماجرا گذشته. رضا چند باری بهم پیشنهاد داده که بریم بیرون، ولی دیگه از اون موقع به بعد علاقه‌ای نشون ندادم. چرا کسی باید اون بیرون باشه و اردوگاه ما رو زیر نظر بگیره؟ دیدن سر اون شخص توی تاریکی که فقط داشت به داخل چادرم زل میزد مثل کابوس بود. شاید دیگه هیچ وقت نرم کم. خب رفقا، داستان امروزمونم به پایان رسید. اگه خوشتون اومد میتونید با لایک کردناتون به دیده شدن بیشتر ویدیو کمک کنید.